روی سیم صلح آرشه میکشم. طبق عددهایی که به خاطر سپردیم سیم صلح باز چند باشه؟ آفرین، 196. حالا انگشت اول رو قرار میدم. چه شکل به کمکمون میاد که جای انگشت اول رو بتونیم دقیق روی ساز مشخص کنیم؟ برای انگشت گذاری نیازه که انگشتان روی ساز بچرخن. فقط نرمی انگشتانم به جهت انگشت گذاری روی سیم ها میشینه و سیم رو اونقدر فشار میده تا به دستان بچسبه. نوت اول انگشت گذاریمون روی سیم صلح لا هست. فرکانس نوت لامون روی سیم صلح، در واقع انگشت اولمون، 220 هست. روی مترونوممون باز بگردم تا به 220 برسم. تقریبا اینجا چی کار میکنم؟ انگشت اولم رو قرار دادم با فرکانس 220. هر زمان روی تیونر نشون داد همونجا نگه میدارم و با لاک غلطگیر یه نقطه پشت دستان میذارم، جایی که چشم من ببینه. مقابل انگشت اول. به این شکل محل انگشت گذاریمون برای انگشت اول مشخص شد. انگشت دومو عرض کردم یا میچسبه به انگشت اول یا میچسبه به انگشت سوم که ما برای انگشت سوم میریم تا یه نقطه دیگه پیدا کنیم براش. جاش کجاست؟ تقریبا اینجا 261. نوت 2 انگشت سوم ما روی سیم صلح. انگشت رو نگه میدارم روی دستان و با لاک غلطگیر یه نقطه دیگه مقابل انگشت سوم باز پشت دسته سازم میذارم. به این شکل به راحتی محل دو انگشت اصلی روی ساز ما مشخص میشه. اینا رو فقط میذارم تا یه شمایی برای ابتدا داشته باشم. انقدر این انگشتا میشینن در جایگاه صحیح خودشون تا به اصطلاح عصب عضله شکل میگیره. عضلات انگشتان ما در اثر تکرار و استمرار به حافظه عضلانی ما سپرده میشه و به اصطلاح بهش میگن عصب عضله. بعد از یه مدت انگشتای من میشینه سر جای خودشون. همونطور که میریم باشگاه بدنسازی، از روز اول فقط میبایست میله بلند کنیم، میله بزنیم تا حرکت در بدن ما به شکل درست جا بیفته و از جلسات بعد، از 2 روز، 3 روز یا حتی 1 هفته بعد کم کم شروع میکنم به اضافه کردن وزنه ها. به مرور زمان میتونیم وزن بیشتری رو بازوهامون تحمل کنه. در نتیجه ماهیچه ها تقویت میشه و بزرگتر میشه. حالا گوش ما هم نسبت به فرکانس نوت ها که یه طول موجی ایجاد میکنن، گوش ما هم نسبت به این فرکانس ها عادت میکنه و عصب عضله های دستمون بعد از یه مدت در جای صحیح قرار میگیره و فقط نیازه که من استمرار داشته باشم تا بتونم در کوتاه‌ترین زمان به بهترین نتیجه مطلوب در رابطه با انگشت‌گذاری صحیح برسم. خیلی وقتا شنیدیم که میگم طرف فالش میزنه. فالش یعنی خارج از نوت. اون فرکانسی که برای هر نوت داریم رو رعایت نکنیم، یا مقداری بالاتر باشه یا مقداری پایینتر، در نتیجه بهش میگن فالش که از این به بعد باش زیاد کار داریم. موسیقی رو راحت یاد بگیرید. آقای فراز.